پیش اومده که احساس سرگیجه همراه با سنگینی سر رو تجربه کرده باشی؟ بهت گفته باشن که صورتت برافروخته شده، چرا لاله گوشات قرمزه؟ اگر این موضوع برای خودت یا یکی از عزیزانت پیش اومده، باید بهت بگم که ممکنه از علائم فشار خون بالا باشه و نیاز هست که حتما بررسی بشه. دستگاه هولتر فشار خون دستگاهیه که فشار خون رو تو فواصل مشخص حتی 1 ربع بار فشار خون رو بگیره. دیگه نیازی نیست که دست یک فرد دیگه‌ای تو کار باشه. این موضوع باعث میشه که خطاهای فردی در واقع از بین میره تو این دستگاه. یکی از خدمات ویژه مرکز پرستاری صمیم بستن هولتر فشار خون برای کسانیه که میخوان چکاپ بشن. کارشناسا میان منزل و دستگاه رو براتون میبندن. بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت، این دیگه بستگی به دستور پزشک یا درخواست خودتون داره، گزارش دقیقش رو ارسال میکنیم براتون. اگر شما سوالی در مورد فشار خون خودتون یا عزیزانتون دارید، میتونید توی کامنت ها برای ما بنویسید.